برابچ، من مهدی هستم. خوش اومدید به اولین ویدیوی پرنک من. آقا من امروز میخوام فاطینا رو بترسونم. جوری این برنامه‌ریزی سناریو چیدم که اصلا در مغزش نمیگنجه. این تا الان خونه ما بود. گفتم که فردا من ویدیو دارم، بیا خونمون دوباره فردا ویدیو رو میگیریم. ولی این نمیدونه که من در این فاصله که اینجا با سرعت نور اومدم. سجادم گفتم یواش بیا، دو تا خرید کنه الکی وقت بگیره. سریع پس میرم آیتما رو بهتون توضیح بدم که بگم چیه. آقا من برای این ویدیو حتی رفتم اسپیکر بلوتوثی گرفتم. همه این سناریوها چیده شده است. نگاه کن، فقط صداش اول بهتون بدم بعد بگم کجا میخوام بذارم. این صدای اوله. یکی دیگه آهنگ. بچه‌ها اینو ببین کجا میخوام بذارم. اینو میخوام بذارم یه چیزی این سیما رو بیارم جلوش اصلا شک نمیکنه. حالا نگاه کنید. آقا صدا گذاری آماده شد. این مرحله اولمونه. بچه‌ها آیتم دوممون لیوانه. اینو میدم به فیلمبردار و میره داخل بالکن قایم میشه. هر زمانی که پیام میدم بهش لیوان میندازه میشکونه. این دو. سومی هم که دیگه میریم بالا، دیگه اینجا زیاد توضیح نمیدم. پارچه سفیده، خودم شبیه اینجوری میکنم، یه گوشه اینجوری بلند میشم. اینم سوم آیتم ما. اینم بهتون بگم که نگفتم. سجاد در جریانه، مامان فاطینا در جریانه، همه خانواده در جریانه، فاطینا در جریان نیست. مو به تنم سیخ شد. ببینید اولی کاری که میکنیم با یه ذره لامپ ها رو باز کنیم. احساس میکنم یه ذره با تاریک ترش کنیم، نه با باز کنیم. شلش با بکنیم فقط که فکر کنه سوخت است. الان فقط به محور یک دونه لامپ میزنیم که اونم فقط به خاطر فیلم گرفتن بود. و اگه دوربینا اینجوری ما یه حرکتی میزدیم مطمئن باشید هم خاموش میکردم. ولی خدا از تقصیراتم بگذره. انشالله که سالم از این معصیتی که مهدی براش انداخته بیرون بیاد. لای آم دیگه همین دیگه. ما بریم دوربینا رو بچینیم، منتظر بمونیم تا بیاد دیگه. پس با ما همراه باش. بچه‌ها سجاد الان پیام داده جلوی درم. ماشینشون اومد تو. من میرم دیگه قایم میشه. لوکیشن تغییر کرد. من میرم دستشویی. یه چه خطرناکه. بچه‌ها زنه میاد بالا. نانا مانی بیا وقتی من خیاله چشای خامه خوی منگول خوی این جای گلده دار از اونه موله نتیجه خوردن پولای مایی تقابل تو گربه نه آروم آره بکنی همون دوست داشته باشید نستک باید نزدیک نشو همون دوست داشته باشید دوست نداری؟ نستک روشن کنم این شو شکست کلیدش چی خود به خودت کلیدشو به قرآن مجید این خود از روشن نمیشه من خیاله صدا چی بود؟ صدا پایی بود این که پسفایی بود شو نشیدم با مشکل این دست که نمک ندارم دل فرار من از من کار نمیاد یخمک خورد دیگه شکل دستشوی دارم بدار پیسای بسته دیگه سجاد حواست باشه. بریم ویدیو بگیریم من میرم داخل. سجاد برق رفت دست شما نداره
پایین صدا میاد بچه ها سکته میکنن کنترل منگول منگول دیگه نگوله کنترل بود این ویدیو بگیریم یه بار دیگه با هم بزن تا من دوباره صدای امیدم با توه دستوی دو روزه نمیرم آخر چرا تو بفهمی حساب داری؟ حساب ندارم چون دیگه آرامش نداشتم دستوی برم بزنم آها بله بچه حالا ای بخری واقعا حیف پولای من داری میخوری منی سجاد ریدم توی زندگی ریدم توی زندگی ببین صدا میاد چی صدا میده فکر کنم چرا برو گوشم ماشین نداشتی؟ آره ماشینم پایینه گوشم پایینه خب کنترلم بزن سر ویدیو بگیریم نه بابا میره پایین میتونی یه چی تو بعد دیگه بعد همچین رو کنترل احمقی بابا کنترل صدا تو چی نداره بابا دیگه حیف 4 سال برخی تو خوندی من و قرآن منگول فرستادیم دانشگاه الان میفهمید علت منگول تو رو خدا مانی خیلی مانی گوشیمو بیار سجاد من برم داخل من یه سر این بالا آیده رو ندیم گوشیمو بردی؟ تو رو نکن شیشه شکست منگول اونجاست سجاد صدا میاد سجاد گوشی من اینجاست اصلا من اینجا رو اینجاست این گوشی ساز گوشی من بابا انرژی ندارم پایین به خدا پایین آدمه تو بالاه نمیری؟ پایین چی بود؟ آره چی کنم؟ واسالا پایینه ترسم برگردم من خودم من قلبم نمیزنه قلبم از جیغ رو ترسیدم خود ایمان روانی داری؟ اما دستم گره نگه ببین منم بدبخت سره چی دوربین نیدی آقا اومدی گربه چرت و بردش پرت نگو نگاه بشه چرت و پرت نگو نگاه به سرچونش ببین من عرق میشه که از سر کردم من از همه تو بدتر تو دوستان تو بودی؟ همه چی برنامه الان به توضیح میدم چی شد چرت و پرت نگو بالاخره به اولین پلنگ من خوش اومدی چه حسی داری اولین پلنگ با من شدی واقعا آدم خواب درزنه تازه خوشحال شده میگه آدرنالین هم رفته بالا بچه خوشم میاد آدرنالینم رفت این بالا نداره پلنگ الان این یکه 2 3 4 5 اسکولی ذهن من داغه مریضه. مگه من تا حالا من پرنگ من- نگیره احمق من دیگه پرنگ الان نمیشه برنامه داشت یه کار دیگه کن الان وایسا من یه قرار یه کار دیگه بکنم دماغا بشکنی موهامو کوتاه کنی هر کاری با یا بیوتیفول کینه دیدی بودی فیلم کینه اینی بغل میکرد در همون حد میکنم دیوونه آقا میشی بازم ترسناک دیگه نمیترسم به خدا نمیترسم یادتون باشه بچه‌ها من الان نمیرم که من 3 ماه بگم اون آرش زمان نشورم پلنگ از من بره الان دقیقا یکی از شخصیت کینه هم چرا من تو ویدیو همشون زشت باشه اون که یه ویدیو شبیه زامبی ازم پست کرد این شکلی من خیلی من خسته شدم بچه خونمون عجیب شده
کشی میکنی؟ واقعا خودشوی ترسناکم هست. آره چه خود. آخه فهمیدی صدا از کجا اومد؟ آره. نفهمیدی ولی اون زیره. سیمین پر اونجا. میره خود چیز رنگی کجا؟ کردی صدا رو کم گذاشتی. بس چیه نه اسکلم اسکلی من فهمیدم صدا اینجاست. من فکر کردم گوشی به اه، احمق. زیر. چون دقیقاً گوشیم اینجا بود اینترنتش هم روشن بود. اس بگه فاتینا. فاطینا گفت کسی میگه. نفهمید. نه بابا چه خنگیه. واقعا فاطینا گفت. 10 بار گفت فاتینا. واقعا میگی؟ یه بار یه بزنم گوشیم گو. واقعا گفت فاطینا. آره خیلی ریز. مثلا نفهمیدم احمقین مثلا فاطینا نشنیدم. بچه‌ها مغزش در همین حده، یعنی این خنگه. مثلا یکی میخواد یه جنی بیاد اینو بگیره دوزایش تا بفهمم جنه دیگه فاطینا. بس دیگه چطور نگیری واقعا من خیلی خسته شدم. نترسیدم خدایی. خب برابر این بود از ویدیو امروز. اگه دوست داشتی پارت دومش برام. ما چرت و پرت نگو، من نمیترسم. ترسناکتر ممکنه سجاد باشه، ممکنه فاطمه اصلا معلوم نیست. من که نمیتونم. تو هم میدونستی نه؟ احمقم من اینو بعد. تمام این برقایی که میرفت کی خاموش میکرد. بچه ما همین الان خونه اینا بودیم. همین 5 دقیقه پیش خونه اینا بودیم به خدا. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروزمون. اگر دوست داشتی پارت 2 رو بگیریم حتما لایک ها این ویدیو رو به 1000 تا برسونید. دیگه هیچی دیگه کامنت ها بهم بگین دوست داشتین این ویدیو دیگه نه. پس تا یه ویدیو دیگه و یه مردی من یا تو خداحافظ.